میکنیم. نزدیکان سید عمر حسینی معاون زندانی رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از ادامه فشار به او و وضع ناخوب سلامتیش در محبس شکایت دارند. حسینی 65 ساله است و با عیبنامه‌های به گفته نزدیکان و جانبدارانش به اساس به حبس عمرباد محکوم شده است. محمد اقبال حسینی پسر سید عمر حسینی روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت پس از جراحی ستون مهره درد پایهای پدرش دوباره خروج کردند و فشار خون نیز او را همواره اذیت می‌دهد. به قول او شرایط زندان و ناراحتی‌های دوامدار وضعیت سید عمر حسینی را بدتر کرده است. مسئولان ریاست زندان‌های وزارت عدلیه به زنگ‌های خبرنگار رادیو آزادی پاسخ ندادند. آنها در گذشته هر گونه فشار بر نمایندگان زندانی مخالفان را نپذیرفته بودند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان شکنجه حیید و حسینی را محکوم کرد. نباید که اینها وقتی که حکم ابد میگیرد یک زندانی برای او از دیگر جزای سنگین نیست. چرا که باید اینها فشار بیارن؟ چرا اونا فکر نکنند که اینا هم انسان هستند مثل اینا و اونا هیچ شامل اونا هیچ وقت هیچ گناهی نکردند. تنها گناه اونها اون فعالیت‌های سیاسی اونها بود. اینا همه میدونن، حتی خود همون کارمندان زندان و مقامات بالا تا دیگر رهبران حکومت میدونن که جرم اینها فقط فعالیت سیاسی اینها بود. سید عمر حسینی که از سال 2010 تا 2015 وکیل پارلمان تاجیکستان بود، ماه سپتامبر 2015 و در پی یک آشوبی به گفته مقامات نافرجام در دوشنبه دستگیر شد. دیرتر او را به حبس ابد محکوم کردند. محمد علی حیید نیز با عین اتهام حکم ابد گرفت. سازمان‌های بین المللی این حکم را سیاسی و بی اساس دانسته بودند.